از فصاحت کلام تا فاجعه ملی. نگاهی به یک قرن اشتباه تاریخی در سپردن سرنوشت افغانستان به رهبران نامناسب. مقدمه: مغالطه سخنوری و رهبری. بزرگترین خطای تاریخی جوامع بشری، به ویژه در کشورهای در حال گذار، این است که فصاحت کلام، سخنوری و خطابه را با توانایی واقعی رهبری اشتباه می‌گیرند. سخنوری یک مهارت نمایشی و ابزاری برای جلب توجه کوتاه مدت است، اما رهبری یک فضیلت اخلاقی، عملی، راهبردی و ساختارساز است. رهبران واقعی از آسمان نازل نمی‌شوند. آنان حاصل فرآیندهای طبیعی جامعه هستند که از میان همین توده مردم، از دل مکاتب، پوهنتون‌ها و نهادهای اداری خرد و بزرگ رشد می‌کنند. تجربه یک قرن اخیر افغانستان نشان داده است که هرگاه معیار انتخاب رهبران از صداقت و کارآمدی به خطابه تعصب و قومی‌گرایی تنزل یافته، نتیجه جز انحطاط، تفرقه و سقوط ملی نداشته است. 1. آسیب شناسی رهبرنماها. چه کسانی سرنوشت ملت را به بازی می‌گیرند؟ برای جلوگیری از تکرار چرخه باطل، شکست‌های تاریخی، نخستین گام شناخت ویژگی‌ها و نشانه‌های رهبرنماها است. افرادی که با تحمیق افکار عمومی خود را نجات دهنده معرفی می‌کنند، اما در عمل جامعه را به سوی بحران سوق می‌دهند. پرحرفان و شعاردهندگان. کسانی که فقط سخنرانان قهاری هستند، اما در عمل و سابقه کاریشان هیچ دستاورد ملموس و قابل اندازه‌گیری وجود ندارد. این افراد ناکارآمدی ساختاری خود را پشت الفاظ زیبای حماسی پنهان می‌کنند. تفرقه افکنان و قومی‌گرایان. افرادی که با تحریک تعصبات قومی، سمتی یا زبانی سعی در جلب محبوبیت و ایجاد پایگاه رأی دارند. قومگرایی پناهگاهی برای بیکفایتی است، زیرا فرد خطاکار با تمسک به قومیت خود را از پاسخگویی در برابر کارنامه کاریش معاف می‌کند. چاپلوسان و فرصت طلبان. کسانی که در هر تغییر سیاسی یا اداری رنگ عوض می‌کنند، فاقد ثبات فکری هستند و همواره منفعت شخصی و بقای خود را بر اصول اخلاقی و منافع ملی ترجیح می‌دهند. انتقامجویان و تمامیت خواهان. افرادی که توانایی تحمل نظر مخالف، نقدپذیری و مدارا با سایر اقشار جامعه را ندارند و به جای ملت‌سازی به دنبال حذف و تصفیه مخالفان خود هستند. دیو. الگوهای سنجش و کشف رهبر واقعی در میان توده‌ها. برخلاف تصور عمومی، رهبر واقعی را نباید در پشت بلندگوهای تبلیغاتی یا صحنه‌های نمایش قدرت جستجو کرد. رهبر شایسته را باید در رفتارهای روزمره و مسئولیت‌پذیری‌های کوچک شناخت. 1. نگاه به کارهای کوچک اما صادقانه. همان معلم زحمتکشی که بدون تبعیض قومی و مذهبی به شاگردان خدمت می‌کند، یا آن مأمور با وجدانی که در برابر فساد اداری می‌ایستد و کار مردم را صادقانه انجام می‌دهد، هسته اصلی یک رهبر شایسته است. کسی که در وظیفه کوچک خود امانتدار است، در مدیریت کلان نیز به بیت المال خیانت نخواهد کرد. 2. سنجش بر اساس عمل، نه گفتار. پایداری، ثبات قدم، کارنامه عملی و پیشینه رفتاری فرد را باید به دقت بررسی کرد، نه لکچرهای تبلیغاتی و وعده‌های سر خرمن او را. 3. روحیه خدمت و مسئولیت پذیری. رهبر واقعی کسی است که در زمان بحران شانه خالی نمی‌کند. شجاعت پذیرش مسئولیت خطاهای خود را دارد و به جای متهم کردن دیگران به دنبال راه حل است. 3. ویژگی‌های کلیدی یک رهبر شایسته و توسعه‌گرا. یک رهبر شایسته برای هدایت جامعه به سوی ثبات و رفاه باید 4 رکن زیر را دارا باشد. ویژگی کلیدی: توصیف و کارکرد در جامعه. 1. بینش و دوراندیشی. توانایی ترسیم آینده‌ای روشن، تدوین استراتژی ملی و برنامه‌ریزی عملی برای پیشرفت جامعه. 2. صداقت و پاکدستی. وفاداری کامل به منافع ملی، عدم سوءاستفاده از قدرت و مبارزه ساختاری با فساد. 3. وحدت بخشی و مدارا. پذیرش تنوع دیدگاه‌ها و متحد ساختن تمام مردم بر اساس الگوهایی چون نلسون ماندلا و مهاتما گاندی. 4. شایسته سالاری. ترجیح دادن تخصص، دانش و وجدان کاری بر خویشاوندگرایی و روابط حزبی و قومی. 4. تاوان سنگین یک قرن اشتباه تاریخی در افغانستان. ناتوانی و اشتباهات تاریخی ما در طول یک قرن گذشته برای تعیین و انتخاب شایسته رهبری سرنوشت کشور را به وضعیت تأسف‌باری رسانده است. شیفتگی در برابر شعارهای ظاهرصلاح و قومگرایی کورکورانه سبب شده تا ساختارهای نظاممند ملی تضعیف شوند. کار به جایی رسیده است که امروز رهبر فعلی جامعه فردی کاملا ناشناخته است.
کسی از سطح تحصیلات، سوابق علمی، تجربیات اداری و کارنامه‌های عملی او آگاهی درستی ندارد و حتی جامعه چهره‌اش را ندیده است. افزون بر این، در طول 5 سال گذشته هیچ فرایند مشخصی برای اخذ بیعت اسلامی، اراده عمومی و کسب مشروعیت از سوی مردم و حتی طرفداران خودش صورت نگرفته است. این وضعیت اوج گسست میان حاکمیت و ملت را به تصویر می‌کشد. نتیجه گیری: گذر از شعار به عمل. تا زمانی که جامعه ارزش اصلی را به صداقت، تخصص و عمل ندهد و شیفته شعار، فصاحت کلام و تعصبات قومی باشد، در فقدان رهبر واقعی و در چرخه تکراری بحران باقی خواهد ماند.